خانم ها و آقایان، خیلی خوش اومدید به کانال خودتون. اینجا باشگاه پول. همونجور که در پایین صفحه میبینید سمت راست صفحه پایین ساعت 3:02 صبح هستش و داریم یک تحلیلی رو ارائه میدیم. آپدیت کنیم تحلیلامون رو ببینیم چند هستیم. خب در تایم روزانه 27 دقیقه دیگه کندل بسته میشه و احتمالاً همین حوالیو بسته بشه، به خاطر همین دیگه ما صبر نکردیم. خب میایم در تایم یک ساعته. در یک ساعته ببینیم بیت کوین چه اتفاقی براش رخ داده، واقعا میخواد چه حرکتی رو برا ما بزنه. خب ما انتظاری که در بیت کوین داشتیم این بود که مارکتش بیاد پایین، اما این اتفاق صورت نگرفت و به سمت بالا رفت و استاپ تحلیلی ما که 60761 دلار بود رو اومد و زدش. بنابراین این ناحیه دیگه برا ما اهمیت نداره و بعدش رفت برای ناحیه دوم که این بالا مشخص کرده بودیم 61166. این حوالی توجه کنید، وقتی که ما یک قیمتی رو میگیم به نوعی یک ضخامت اونجا، فکر نکنید که حالا دقیقاً همین عدده، نه. و بالاش هم یه دونه ناحیه داشتیم که در تایم روزانه این رو مشخص کرده بودیم، این خط آبی رنگ 61692. حالا آینده قیمت چه خواهد شد؟ آینده قیمت به این حالته که ما باید ببینیم ملت کجاها ورود زدن. اول باید شما سعی کنی که نقطه ورودهای ملت رو پیدا کنی. ببینید اینجا ما یک فشردگی داشتیم که من فکر میکنم ملت بعد شکست این فشردگی و پول بکش اومدن در واقع ورود زدن، که اگر ما بیام از اینجا حساب کنیم و استاپ هم اینجا در نظر بگیریم، اینجا مارکت اومده 1/2 رو داده. شاید بپرسید این نوشته 3 چرا داری میگی 2؟ به این خاطر که نقطه ورود ما 1 حساب شده، در واقع نمیشد بنویسیم ای. به همین علت ما یه دونه از تارگتامون رو کم میکنیم که به تارگت اصلی برسیم. پس اینجا نوشته 3 در واقع همون تارگت دوم هستش. خب مارکت اومده به تارگت 2 رسیده و یک حرکت پرشتابی رو در واقع داشتیم که این باعث شده مارکت خیلی سریع به اینجا برسه و تارگت ها رو بزنه و در نهایت مارکت الان داره به سمت پایین میاد. قیمت این بالا به نظر من دیگه کاری نداره، چون تارگت ها رو زده و خیلی الان میرن سر وقت سیو سود. چون ما این کندلی که در اینجا میبینیم تایم یک ساعته، یک کندل بسیار قدرتمنده، یعنی یک کندلی نیست که بگیم آقا به این حالت رفته باشه بالا، بدون اصلاح رفته بالا و اوردرهای زیاد اینجا فعال نشده و تارگت ها رو زدن و کلیت مارکت هم خالی کرده. نکته بعدی این که مارکت اومده به این ناحیه خودش رو رسونده و عملا میشه گفت که اینجا دیگه کاری نداره. بنابراین ما به این نتیجه رسیدیم که مارکت فعلا میتونه نزولش رو در واقع داشته باشه. تایم رو بیاریم پایینتر، تایم 30 دقیقه. در تایم 30 دقیقه مارکت یک فشاری رو آورده. ببینید ملت گفتن آقا سود زده اومده پایین و در اینجا ما یک فشردگی داشتیم. اجازه بدید که من بهتر براتون بکشم. اینجا یک فشردگی بوده، رفته بالا، نتونسته ادامه بده، در واقع اومده به این ناحیه 61160 پول بک زده و مجدد اومده پایین. بنابراین به واسطه این سودی که ما در اینجا داریم، این احتمال زیاد داره که کار رو برای سلرها راحت کرده و ملت الان میدونن دیگه آقا قدرت نداره به سمت بالا بره. چرا قدرت نداره؟ به این خاطر که اگر قدرت میداشت در این موج به سمت بالا میرفت دیگه، درسته؟ نمی اومد پایین. وقتی که ما یک سود قدرتمند به این حالت داریم دیگه بعدش نباید اینجا می اومد پایین. بعد دیدن این دوتا کندل مارکت در نهایت باید میکند میرفت بالا، نه اینکه بیاد پایین و یک کف جدیدی رو برای ما ثبت بکنه. خب این هم به ما نشون میده که مارکت همچنان میتونه نزولی باشه. بنابراین تحلیل اول ما اینه که مارکت تا ناحیه 59876 میاد پایین. توجه کنید این ناحیه که ما داریم میگیم یک ضخامت، یک عدد خاص نیستش، بالاتر پایینتر، اینها حواستون باشه. خب این از این. مورد بعدی این که مارکت حتی میتونه کلا هم از اینجا نزولی بشود، این احتمال هم در واقع وجود داره. اما در کل فعلا مارکت نزولیه. حالا هر موقع قرار بر این باشه مارکت یک حرکت سودی رو بزنه طبیعتا میایم تحلیل رو آپدیت میکنیم، اما فعلا تحلیل بر نزول هستش و فکر نمیکنم مارکت بخواد حرکت سودی رو برای ما داشته باشه. خب حالا که این نزول ما خراب میشه، این تحلیل نزولی که اعتقاد داریم 70% رخ خواهد داد، کی باطل میشه؟ ببینید موقع باطل میشه که مارکت بیاد این ناحیه بالا رو بشکنه، در واقع اینجا رو، ناحیه 61881. اگر مارکت بیاد این ناحیه رو برای ما بشکنه طبیعتا کار خراب میشه و سناریوی دوم به وجود میاد، سناریوی صعود هستش. خب از نگاه بزرگتر مارکت رو ببینیم، اینجا ما دو تا ناحیه رو میتونیم به هم وصل کنیم و در نهایت اینجا به دست میاد. ببینید مارکت خودش رو خیلی پرقدرت خواسته به اینجا برسونه و بعدش مارکت اومده پایین پول بک و در نهایت اومده پایین. این سودی که در اینجا زده طبیعتا میتونه به عنوان یک استاپ فیشینگ یا همون استاپ هانت در نظر گرفت، چون ما در اینجا باید واکنش رو میداشیم. ببینید ما اینجا و نقطه سوم به دست میاد. اینجا باید
باید مارکت میومد پایین، درسته؟ اما مارکت نیومده پایین، رفته بالای ناحیه و بعدش اومده پایین، پول بک و مجدد اومده پایین. این در واقع استاپ فیشینگ میشه در نظر گرفت و نقدینگی‌ها رو جمع کردن. در کل فعلا انتظار ما بر روی نزول هستش. حالا برای کسایی که خیلی استاپ نزدیکتر رو دوست دارن، طبیعتا میتونن این ناحیه بالا رو در واقع در نظر داشته باشن. یعنی تقریبا ناحیه 61310 میتونه برای افراد خیلی کوتاه مدتی حد ضرر تحلیل باشه. و حالا ببینیم چه اتفاقی میفته. فعلا تارگت اول اینجا هستش که ما می‌نویسیم TP1 و اگر مارکت بیاد پایینتر طبیعتا ناحیه بعدی هم میتونه تارگت بعدی ما باشه. اینجا میتونه در واقع یک ناحیه بعدی باشه. اجازه بدید من رنگا رو درست کنم. خب اینجا هم میشه TP2 که تقریبا میشه گفت ناحیه 59175 دلار هستش. خب بریم سر وقت اتریوم ما انتظار داشتیم از اینجا مارکت بیاد پایین، اما این حرکت رو رخ نداده. اما از اون ورم حد ضرر تحلیل ما رو نزده. حد ضرر تحلیل ما در واقع 2754 دلار بوده. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ اجازه بدید من تایم رو ببرم بالاتر ببینم داستان به چه صورت هستش. اوکی، تایم 1 ساعته به این حالت، تایم 2 ساعته اوکی، تایم 3 ساعته هم اوکی، تایم 4 ساعته اوکی، تایم روزانه 17 دقیقه دیگه بسته میشه. خب اگر تایم روزانه 17 دقیقه دیگه به این حالت بسته بشه، مارکت بعدش به نظر من نزولی هستش و باید انتظار نزول رو داشته باشیم. طبیعتا استاپ لاس تحلیل ما همون 2754 دلار هستش که باید بیاد اینجا تثبیت کنه، نه اینکه صرفا یک سایه بزنه. باید بیاد تثبیت کنه که ما بگیم حد ضرر ما فعال شده است. توجه کنید اینها حد ضرر تحلیلی هستن، نه حد ضرر معاملاتی. بین این دوتا تفاوت بسیاری است. خب بنابراین ما فرض رو میذاریم تایم روزانه به این حالت بسته میشه که 17 دقیقه دیگه مارکت میبنده. بنابراین در تایم روزانه ما انتظار نزول رو داریم تا همین ناحیه پایین 2550. در تایم 4 ساعته هم به همین صورت. تایم 3 ساعته هم به ما میگه که مارکت رفته بالا، استافیشینگ کرده و الان راحت میتونه بیاد پایین. در تایم 1 ساعته هم به این صورت. ببینید تایم 1 ساعته ما در واقع اومدیم یک فشردگی رو اینجا تشکیل داده بودیم و مارکت با یک کندل قدرتمند از این فشردگی در اومده که اصطلاحاً کندل دام هستش، استافیشینگی هستش و بعدش مارکت میبینیم پرقدرت داره به سمت پایین و پایینتر میاد. بنابراین روی اتریوم هم تحلیل ما همچنان روی نزول هستش، تغییر خاصی صورت نگرفته، صرفا تایمش رفته بالاتر، تایم بیشتری از ما گرفته و حرکات دیگری رو عملاً زده. در کل برای روز معاملاتی بعدی احتمالاً یک مارکت نزولی رو خواهیم داشت.